سلام به دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با آموزش بافت این رومیزی که با یک نوع پایه روسی که به پایه کوهستان معروف است براتون بزنم. این بافت این پایه خیلی ساده ای هست. در واقع 4 تا پایه ادغام هست که طریقه بافتش یه روش جدید هست که در حین بافت به شکل مثلث در میاد که به پایه کوهستان معروف است. برای شروع بافتمون ابتدا یه تعداد زنجیره میزنیم. حالا بستگی به اون رومیزی یا رانری که میخوایم ببافیم پهنای کارمون رو در نظر میگیریم و یه تعداد زنجیره میزنیم. من اومدم رج اول که زنجیره زدم یک رج پای بلند ساده بافتم. در این رج از رج بعد شروع کردم به بافت این پایه ها. اینجا هم ببینید من یک ردیف پای بلند ساده بافتم. رج بعد رو میخوام شروع کنم به بافت پایه. برای اولین پایه‌ام چون پایه های این قسمت اون سوبل هست 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 3 تا زنجیره برای فاصله در نظر میگم. برای اول کار من 3 تا زنجیره در نظر گرفتم. کارو برمیگردونم میام اینجا 3 بار ببینید نخو دور قلاب میپیچم که الان من 4 تا نخ روی قلاب دارم. میام از همین پایه کناری به این ترتیب ببینید پایه سوبلمو یه مرحلهش رو میبافم. دوباره یه بار نخو میندازم دور قلاب میام پایه کناری یعنی گندمی کناری یه پای بلند میبافم. مرحله اول پای بلند رو میبافم. مرحله دوم همزمان که میخوام این دوتا حلقه رو یکی کنم یک مرحله از پایه سوبلمم میبافم یعنی 3 تا نخو با هم یکی میکنم. برای پایه بعدی 2 بار نخو دور قلاب میندازم یعنی یک پایه دوبل میخوام ببافم. میام گندمی کناری یک مرحله 2 مرحله میبافم. مرحله سوم که میخوام این دوتا رو یکی کنم مرحله بعدی پای سوبلمم میبافم یعنی 3 تا نخو با هم یکی میکنم. پایه بعدیمون پایه سوبل هست یعنی 3 بار نخو من دور قلاب میپیچم. دوباره میام پایه کناری. ببینید مرحله اول دوم سوم. در مرحله آخر 3 تا نخی که روی قلاب هست رو یکی میکنم و این میشه اولین پایه‌ای که من بافتم. 4 تا زنجیره میزنم برای فاصله. دوباره 3 بار نخو دور قلاب میگیرم. میام دقیقاً پایه کناری یعنی پایه اینجا ما جا نمیذاریم. پایه کناری پایه سوبلو میخوام ببافم. پایه سوبلمو مرحله اول فقط میبافم. یه بار نخو میندازم دور قلاب. پایه بعدیم پایه بلنده. مرحله اول مرحله دوم که 3 تا رو با هم یکی میکنیم. پایه سوم من پایه دوبل هست. ببینید به مرحله آخر که میرسه همزمان که میخوام این دوتا حلقه رو یک کنم یک مرحله از پایه سوبل اول من میبافم. پایه بعدی پایه سوبل هست یعنی 3 بار نخو دور قلاب میپیچم و میبافم. در آخر هم 3 تا نخی که روی کار هست یکی میکنم که ببینید این حالت مثلثی یا کوهستان شکل کوه به ما میده این پایه. دوباره 4 تا زنجیره 2 3 4 برای فاصله 3 تا نخ و شروع میکنم به بافت. هر پایه‌ای رو که میبافیم مرحله آخر بافت پایمون یک مرحله از پایه سوبل که اول سر انداختیم رو میبافیم. پایه اول پایه بلند ساده هست، بعد پایه دوبل و پایه سوممون پایه سوبل هست که اول کار هم یک پایه سوبل رو در نظر میگیم. در واقع میشه 4 تا پایه میبافیم و در هر مرحله داریم ادغام میکنیم. خب این رج رو ببینید بافتم پایه ها رو. میخوام برگردم برای رج بعد. میخوایم در رج بعد
رجی هست که باید پایه های بلند ساده رو ببافیم. پس برای شروع رجمون 3 تا زنجیره میزنیم، نخو میندازم دور قلاب، کارو برمیگردم. در فضاهای 4 زنجیره رج قبل هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم. پایه بلند 4 رو میام روی گندمی که روی این پایه ها زدیم میبافم. دوباره فضای بعدی 3 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند ببخشید. پایه بلند 4 رو میام روی این پایه های ادغام شده میبافم. فضای بعدی 3 پایه بلند. و به این ترتیب همین رج رو تا آخر میبافیم. در فضاهای 4 زنجیرمون 3 تا پایه بلند 4 رو روی پایه های ادغام شده میبافیم. در آخر رجم ببینید ما یک 5 تا زنجیره داشتیم برای پایه سوبلمون، یک 3 تا زدیم برای فاصله. 3 تا زنجیره اینجا میبافیم، 3 تا پایه بلند. 4مین پایه بلند رو میام 1 2 3 4 5 روی 5مین زنجیره‌ای که زدم میبافم. و این رجمون به این ترتیب تمام میشه. برای رج جدید دوباره میام همون کاری که قبلا انجام دادیم، 5 تا زنجیره 3 4 5 تا برای پایه سوبلمون میزنیم، 3 تا هم برای فاصله. نخو 3 بار دور قلاب میپیچم، کارو برمیگردونم. دقیقا این پایه اول که میشه همین پایه‌ای که زنجیره زدیم، از پایه دوم شروع میکنم به بافت. مرحله اول پایه سوبل انجام میدم، نخو میندازم دور قلاب. پایه بعدی یک پایه بلنده، مرحله اول رو میبافم، مرحله دوم همزمان پایه سوبلم هم یک مرحلهش رو میبافم. پایه دوم پایه دوبل هست، مرحله اول دوم. مرحله سوم که داریم میبافیم 3 تا نخو با هم یکی میکنیم که همزمان پایه سوبل اولمون هم یک مرحله رو ببافیم. پایه بعدی پایه سوبل هست که 3 مرحله پایمون رو میبافیم. در مرحله 4 هر 3 تا نخی که روی قلاب هست یکی میکنیم. دوباره اینجا میام 4 تا زنجیره میزنم و همین پایه رو دوباره تکرار میکنم بافتشو. پایه بعدی پایه سوبل هست. و به این ترتیب بافت رو ادامه میدیم تا آخر. و این بافت رو میتونیم تا جای ادامه بدیم که قد کار به اون اندازه‌ای که میخوایم برسه. برای پهنای کارم که گفتم در ابتدا تعداد زنجیره‌ای که میزنیم با توجه به اون پهنای رومیزی یا رانری که میخوایم باید باشه. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه. اگه این آموزش رو دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید. نظر یا پیشنهادی هم دارین خوشحال میشم که برام کامنت کنید.